ابرمغزها به روز پیاده سازی خوش اومدین. تبریک میگم که تا اینجا اومدین. اگر الان دارید صدامو میشنوید که قطعا همینطوره، میخوام بهتون تبریک بگم، چون شما فقط حرف نمیزنید بلکه دست به کار میشید و عملگرا هستین. من خیلی ابرقهرمانا رو دوست دارم. واقعا میتونم تصور کنم که شنلتون داره روی شونه‌هاتون تکون میخوره. باید حس ابر انسان داشته باشین، چون دارید ابرمغزتون رو فعال میکنید، همچنین ابرذهن و ابرحافظتون. آیا تا اینجا متوجه تغییرات شدید؟ اینکه وقتی صبح از خواب بیدار میشین احساس میکنید ذهنتون تیزتر شده، شاید رویاهاتون رو بهتر به خاطر میارید، شاید با اعتماد به نفس بیشتری قدم برمیدارید و واقعیت اینه که شما استحقاقش رو دارید، چون فقط حرف نیست و عملگرا هستید. بارها این جمله رو گفتم که دانش قدرت نیست بلکه قدرت بالقوه است. افراد کمی از مردم هستن که به دانسته هاشون عمل میکنن. اکثر مردم فقط حرف میزنن و وقتی پای عمل میرسه کنار میکشن. یادتون باشه که دانشی که به کار گرفته نشه هیچ فایده ای نداره. پس واقعا از شما ممنونم که تا اینجای دوره جلو اومدید و تمرینات رو به انجام میرسونید. امروز روز پیاده سازی، مثل همیشه باید درسای این هفته رو مرور کنید، چون همینطور که میدونید مرور بهترین روش برای تثبیت آموخته هاست. علاوه بر این امروز میخوام دوباره در مورد مبحث زبانهای خارجی صحبت کنم و یک ترفند بهتون یاد بدم که در عرض 3 دقیقه به یک زبان دیگه از 1 تا 10 بشمارید. احتمالاً میگید چی؟ معمولاً شمردن تا 10 به یک زبان دیگه 3 ساعت از من وقت میگیره، ولی واقعیت اینه که من و شما ابرمغز داریم و تکنیک‌های فوق‌العاده‌ای برای یادگیری سریع وجود داره که در مدرسه بهمون آموزش ندادن. تو مدرسه بهمون آموختن که ریاضی و تاریخ و علوم و زبان خارجی یاد بگیریم، ولی هیچ کلاسی برای داشتن ابرمغز وجود نداشت. اینکه چطور تمرکز کنیم، چطور سریعتر بخونیم و چطور به خاطر بیاریم. کاش در دوران مدرسه این تکنیک‌های یادگیری رو یاد گرفته بودیم، ولی به یاد داشته باشید که هیچ وقت دیر نیست. یک ضرب المثل میگه بهترین زمان کاشت یک درخت 20 سال قبله، ولی دومین زمان مناسب برای کاشت درخت امروزه و این همون کاریه که الان دارید انجامش میدید. بسیار خوب، قبل از اینکه شمردن 1 تا 10 به زبان دیگر رو بهتون آموزش بدم، یادآوری میکنم که روزهای پیاده سازی برای چی هستن. شرکت در این دوره مثل بالا رفتن از کوه موفقیته. همواره سطوح بالاتری از یادگیری وجود داره. در این مسیر ابزار زیادی همراهمون داریم و هرچی جلوتر میریم ابزارهامون پیشرفته‌تر میشن و همینطور که شما از کوه موفقیت بالا و بالاتر میرید باید جایی متوقف بشید و استراحت کنید تا برای ادامه این مسیر انرژی جمع کنید. پس در روزهای پیاده سازی توقف کوتاهی میکنیم و آموزه ها رو مرور میکنیم. مثل همیشه شماره 1 ویدیوهایی که جا موندن رو تماشا کنید. باید این کارو بکنید چون هر کدوم پیش نیاز جلسه های بعدی هستن. دوم اینکه روی جلسه های مهم عمیق تر بشید. هرچی جلوتر میرین تمارین پیشرفته تر میشن. مثل اوایل تنیس که حرکات فورهند و بک‌هند یاد میدن، ولی همینطور که جلوتر میرین مهارت‌های بیشتری رو باید یاد بگیرید. هر چقدر مهارت‌ها پیشرفته‌تر میشه، اعتماد به نفستون هم افزایش پیدا میکنه. در روانشناسی به اون حلقه مهارت اعتماد به نفس میگن، چون هرچی که مهارتت بیشتر بشه، اعتماد به نفست هم بیشتر میشه و هرچی که اعتماد به نفس بیشتر بشه، اون مهارتو بهتر انجام میدی. پس میخوام که برگردید و درسای مهم رو دوباره عمیق‌تر بررسی کنید. شماره 3 میخوام که تمارین آخر جلسات رو انجام بدید. شماره 3 اینه که تکالیف و تمارین رو انجام بدید. اگر هم انجام دادید پیشنهاد میکنم دوباره انجام بدید. یادتون باشه که هر چیزی رو در خلوت تمرین کنید در عموم پاداش میگیرید. پس تمرین ارزشمنده. برای مثال اگر در زبان انگلیسی 10 کلمه یاد گرفتید، 10 تا کلمه جدید دیگه هم پیدا کنید و یاد بگیرید. حتما به دیگرانم آموزش بدید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید، چون شماره 4 دقیقاً همینه. باید فعال باشید. یادگیری گروهی از یادگیری تکی بهتره. سعی کنید حتما با یکی از دوستان یا نزدیکانتون این آموزه ها رو به اشتراک بگذارید. فرض کنید که شما یک شمع روشن دارید و بقیه شمع خاموش دارن. وقتی شما شعله شمع خودتون رو به شمع اونا میزنید، شمع اونا هم روشن میشه، اما این کار چیزی از نور شمع شما کم نمیکنه، بلکه باعث میشه که همه جا روشن تر بشه. پس هر چیزی که یاد میگیرید با دیگران به اشتراک بگذارید تا اونها هم بتونن زندگی فوق‌العاده‌ای برای خودشون خلق بکنن. پس در روز پیاده سازی روی این 4 چیز تمرکز کنید. خب بریم سراغ ترفند مغزی امروز. در چند دقیقه یاد خواهید گرفت که از 1 تا 10 به یک زبان خارجی بشمارید. درباره اسپانیایی و فرانسه و چینی صحبت کردیم. حالا بیاین بریم سراغ زبان ژاپنی. در زبان ژاپنی چطور تا 10 میشماریم؟ خب کلید یادگیری این هست. همیشه در روزهای پیاده سازی یک جور حرکات بدنی هم داریم. یاد گرفتیم که تر دستی کنیم یا یوگا ابرمغز انجام دادیم یا گوشامون رو ماساژ دادیم، بالا و پایین رفتیم.
الانم میخوام از بدنتون استفاده کنید، چون بدنتون یک ابزار یادگیری فوق‌العاده است. برای یادگیری سریع باید از حواس مختلف استفاده کنیم: دیداری، شنیداری، حرکتی. وقتی چند حواس رو همزمان به کار میگیرید و از سیستم عصبی بیشتر استفاده میکنید، کارآمدتر یاد میگیرید. میخوام تصویرسازی ذهنی کنید. یک مؤلفه شنیداری میخوام، چون قراره که بر زبان بیارید و همچنین باید مؤلفه حرکتی هم داشته باشید. قراره که از بدنمون استفاده کنیم، چون وقتی بدن حرکت میکنه مغز فعالتر میشه. خب چطور به زبان ژاپنی از 1 تا 10 میشمارن؟ بریم که شروع کنیم. ایچی، نی، سان، شی، گو، روکو، شیچی، هچی، کو، جو. حالا بریم حفظشون کنیم. خب اکثر مردم چطور اینها رو حفظ میکنن؟ اونها میان مینویسنشون و از این روش‌های توتیوار عهد عتیق استفاده میکنن. این روش برای 100 سال پیش مشکلی نداشت، ولی ما داریم در این عصر دیجیتال و سفینه‌های فضایی زندگی میکنیم. ولی وقتی پای حافظه در میون هست، مثل دوران اسب و کالاسکه هستیم. اما شما با شرکت در این دوره دارید روش‌های نوین یادگیری رو یاد میگیرید. خب گفتیم برای یادگیری سریع باید از 3 تا مؤلفه دیداری، شنیداری و حرکتی استفاده کنیم. پس دقیقاً هر کاری که میکنم و شما هم انجام بدید و هر چی که میگم و شما هم بگین. ایچ در زبان انگلیسی یعنی خاروندن و نی یعنی زانو. پس زانو رو میخارونیم و میگیم ایچینی. این شد 1 و 2. ایچی شماره 1 و نی شماره 2. خیلی عالی، انجامش بدید. 1 و 2 رو یاد گرفتید. کارمون با 1 و 2 تموم شد. ایچینی. سان در زبان انگلیسی سان میشه خورشید. پس ازتون میخوام که به خورشید اشاره کنید و بگید سان. اگه توی فضای بسته هستین به یه منبع نور اشاره کنید و بگید سان. شماره 4 شیه. ایچی نی سان شی. در زبان انگلیسی شی ضمیر اشاره به دختره. پس توی ذهنتون به یه دختر اشاره کنید و بگید شی. یا اگر خودتون خانم هستید میتونید به خودتون اشاره کنید. شی. خیلی عالیه. پس با هم یک بار مرور میکنیم. 1 2 3 4. ایچی نی سان شی. شماره 5 گو هست. در زبان انگلیسی گو یعنی رفتن. حالا چطور با بدنتون رفتن رو نشون میدین؟ من در جا قدم برمیدارم. گو. و شماره 6 روکو هست. من وقتی این شماره رو میشنوم یاد پارو زدن در قایق پارویی میافتم. پس بیان این کار رو انجام بدیم. روکو. با من بگید روکو شماره 6. ابر مقصد بیاین ببینم که از 1 تا 6 رو یاد گرفتید. ایچی نی سان شی گو روکو. تا الان 6 شماره رو یاد گرفتید. چقدر طول کشید؟ خیلی سریع بود. خب ایچی نی سان شی گو روکو. حالا میریم سراغ بعدی. 7 شیچی. شیچی. وقتی این کلمه رو میشنوم یاد کلمه سیتینگ در زبان انگلیسی میافتم، به معنی نشستن. پس با من این کار رو انجام بدید. شیچی. حالا صندلی داغ بوده. هاچی. شیچی هاچی. شیچی و هاچی. این هم شد از 7 و 8. بیاین با هم دوباره انجامش بدیم. میدونم که میتونید. ایچی نی سان شی گو روکو شیچی هاچی. این شد 1 تا 8. بالاخره شماره 9 و 10. شماره 9 کو هست. کو. چی صدای کو میده؟ شاید خوابوندن یک نوزاد. کو. پس بیاین با هم این کار انجام بدیم. کو. و در نهایت شماره 10 جو هست. توی زبان انگلیسی جول به معنی جواهرات هست. پس میخوام که فرض کنید دارید یک انگشتر میکنید توی دستتون و میگید جو. جو. میبینید؟ میشنوید؟ حسش میکنید؟ حالا شما یک ابرمغز دارید. شما یک متخصص حافظه هستید. میخوام که همین الان تا 10 به ژاپنی بشمارید. فقط 2 دقیقه طول میکشه. پس بیاین و انجامش بدیم. ایچی نی سان شی گو روکو شیچی هاچی کو جو. تبریک میگم ابرمغز. خب حافظتون چطوره؟ فوق‌العاده. اینا همش ترفندهای مغزی هستن. اینجور نیست که مثلا من خیلی خاص هستم. این به این خاطره که شما خیلی خاص هستین. این محبت الهی در وجود هممون در دسترسه. فقط مسئله اینه که ذهن و مغز شگفت انگیز دفترچه راهنما همراه خودش نداره. همه هدف من اینه که در این دوره ابزارها رو در اختیارتون قرار بدم. میخوام سریع باشه، سرگرم کننده باشه، سودمند و کارآمد باشه. پس امروز روز پیاده سازی شماست. درسایی که جا موندید رو تماشا کنید. شماره 2 درسایی که میخواستید روشون عمیق‌تر بشید و دوباره تماشا کنید. و شماره 3 حتما تکالیفتون رو انجام بدید، چون از این طریق نتیجه میگیرید. و در نهایت شماره 4
فعال باشید و آموزه ها رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. همچنین میتونید این تکنیک ها رو به دیگران هم آموزش بدید، چون وقتی که چیزی رو به بقیه یاد میدید بهتر اون چیز رو یاد میگیرید. اگر همگی به هم کمک کنیم همه میتونیم بریم سطح بالاتر. متشکرم که این جلسه پیاده سازی رو تماشا کردید. مشتاقم که شما رو در جلسه بعدی ببینمتون. فعلا خدا نگهدار.